درود بر شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بریم با هم دیگه اون سال جهانی رو یه بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میتونه بیفته. از نظر تایم فریم های بالاتر با بررسی‌هایی که من داشتم، ساختارمون یه ساختار کاملا نزولی هست. میتونیم بگیم که یه اصلاح یک ساعتی برامون اتفاق افتاده برای این موج، برای یک موج نزولی، یک لگ نزولی که داشتیم، یک اصلاح یک ساعتی اتفاق افتاده. با این اصلاح یک ساعتی طبیعتاً با تغییر ساختارهای 15 دقیقه همراه بوده. روند 15 دقیقه منو صعودی کرده. پس برای این که من بخوام رفتارهای نزولی رو که تو تایم فریم های بالاتر هم مورد تاییده، یعنی تو تایم فریم روزانه، 4 ساعته، هفتگی، ماهانه، ما این ساختار کاملا نزولی رو داریم بر اساس دیدگاه من و طبیعتاً دیگه خیلی ماژور ما نزولی هستیم و دیدگاه همه نزولی باید باشه. هر کی که دیدگاهش صعودی هست و داره تحلیل صعودی میده توی این سیستم و توی این شرایط، حالا یه کوچولو باید به استراتژی خودش شک بکنه. پس چون این اصلاح یک ساعته برای من با تغییر ساختارهای 15 دقیقه همراه بوده، بنابراین زمانی من میتونم رفتارهای نزولیش رو دنبال بکنم به صورت معتبر که یه تغییر ساختار 15 دقیقه‌ای توش ببینم. در حال حاضر تغییر ساختار 15 دقیقه‌ای نداریم به صورت نزولی، ولی در صورتی که اتفاق بیفته که حالا در موردش صحبت می‌کنم، تارگت هامون کجا میتونه باشه؟ تارگت هامون میتونه نقدینگی‌های زیر کف یک ساعته باشه برام که لول 3983.54 قرار داره و میتونه لول های نقدینگی های گذشته و گذشته‌ای که مصرف نشده قرار گرفتن، مصرف نشده باقی موندند هم برام تارگت باشه، مثل 3960.27 و 3942.10 میتونه برات تارگت های این ساختار نزولی باشه. اما تارگت های کوتاه مدتش به نظرم همین کف یک ساعته میتونه باشه و حالا دو تا لول پایین تری که براتون مشخص کردیم. خب در چه صورتی در حال حاضر با شرایط فعلی مارکت تغییر ساختار برامون اتفاق خواهد افتاد؟ در صورتی که فعلا ببین ما تو تایم فریم 15 دقیقه ساختار کاملا صعودی داریم و عملا الان داره یه اصلاحی اتفاق میفته تا اینجای ماجرا. البته برای این ساختار صعودی 15 دقیقه ما یه اصلاح داره اتفاق میفته. میتونه اصلا یه اصلاح تمام بشه، رفتار صعودی ادامه پیدا بکنه. حتی میتونه قیمت رفتارهای نزولی و سناریوهای مختلف دارم سریع براتون میگم، حالا دیدگاه اصلی خودم هم با هم دیگه بررسی میکنیم. میتونه قیمت اصلا تغییر ساختارهای نزولی اینجا داشته باشه، بیاد پایین، نتونه این کف‌ها رو بریک بکنه، ساختار یک ساعت هم شیفت پیدا بکنه. حالا باید ببینیم این شیفت ساختار یک ساعت ادامه پیدا میکنه، بیاد مثلا سقف آخر یک ساعت هم بریک بکنه، ساختار یک ساعت هم کاملا صعودی بشه یا نه. که اگر این اتفاق بیفته، تایم فریم های این نشون دهنده یک ضعفی در ادامه ساختار کلی نزولی هست که تایم فریم های بالاتر هم رو هم میچرخونه و نشون دهنده اینه که تو تایم فریم های بالاتر ضعف در ادامه رفتار نزولی برام داره اتفاق میفته. این سناریوها میتونه اتفاق بیفته برام. اما چیزی که مد نظر من برای امروز بیشتر میتونه اتفاق بیفته، البته خیلی امروز ما نمیتونیم تحلیلای عجیب غریب بدیم، والا بانک‌های بزرگش و مؤسسات مالی بزرگش هم تو همچین روزهایی با اخباری که توی این هفته منتشر میشه کرگرا رو میدن پایین، یه اعلامیه میزنن جلو در سایتشون که به علت پخش اخبار فلان تحلیل نداریم. ما چیکار می‌خوایم بکنیم الان؟ از اونها که گنده‌تر نیستیم که. به خاطر اینکه امروز خبر CPI و فردا خبر PPI و باز دوباره ریتیل سیلز و چه میدونم اخبار بازار مسکن و این همه اینها رو در طول هفته داریم که تو ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردم. لینکش هم براتون هم آخر ویدیو میذارم، هم احتمال همین بالاها براتون بذارم که بیاد برید ببینید حتما و حتما حواستون باشه. امروز ساعت 2:30 به تایم تهران شما اخبار CPI رو دارید و کور CPI خیلی مهمه عددش برامون. فردا هم PPI رو دارید. حالا ساعتش رو دقیق بخوام بهتون بگم، فردا PPI ساعت 2:30 دیگه. آره PPI و کور PPI رو داریم. بعدش هم که آره اون اخبار BB که توی ویدیو صحبت کردم برامون میتونه یه تاثیر متوسطی داشته باشه. خب برگردیم به ماجرای خودمون. این داشتم اینو میگفتم، ما هر چقدر امروز تحلیل بکنیم به خاطر این اخبار و بالا پایینایی که میتونه اتفاق بیفته توی مارکت، شاید خیلی سناریو هامون اصلا اتفاق نیفته. ولی ببین در حالت عادی ما فرض بگیریم که اخباری نداریم این هفته و فرض بگیریم که حالا فقط 5 دقیقه 10 دقیقه قبل خبر میخوایم معامله بکنیم،
نمیخوام خیلی رو اخبار حساسیت به خرج بدیم. اخبار رو قبلا کسایی که آشنایی دارید میدونید که چجوری معامله میکنیم. میذاریم ببینیم کدوم ور ضعف بیفته روز شکست سقف مقابلش. یه پوزیشنی میذاریم که حالا اسلیپیج میخوره، هزار اتفاق میتونه بیفته براش. که میگم باید یه اکانت جدا براش درست بکنید. نمیخوام الان واردش بشم، واقعا پراکندگی ذهنی اتفاق میفته، از تحلیلم دور میشیم. دارم سعی میکنم تحلیل شسته رفته تر براتون توضیح بدم. در حال حاضر چیزی که من دارم اینجا میبینم، در صورتی که این نقدینگی های اینجا دیده بشه، یعنی یه تیک قیمت زیر 14.51 قرار بگیره، من وارد پوزیشن های سلش میشم، احتمالاً وارد پوزیشن های فروشش میشم. با استاپ های پشت این محدوده ها من فعلا یه دونه پوزیشن سل رو ازش میگیرم. هدفم هم نوسان گیری، نمیخوام بلند مدت وارد بشم، میخوام فقط یه ورود خروجی داشته باشم و شاید یک به دو از معامله بخوام بیام بیرون. ذهنم همچنان آمادگی نداره که بخوام معاملات سنگین داشته باشم و توی بازه طولانی مدتی عملا توی مارکت نبودیم. آره، در صورتی که این کف برام بریک بشه، رفتارهای نزولیش رو دنبال میکنم به جهت این لول هایی که اینجاها داریم. بازم اگر تغییر ساختاری برام اتفاق بیفته، بر اساس اون تصمیم گیری میکنم. من با مارکت پیش میرم، شما رو نمیدونم چی کار میخواید بکنید. یه کانال تلگرام هست که سعی میکنم اونجا براتون آپدیت ها رو سریعتر بذارم، خودمونی تر. لینکش رو اگر شد تو دیسکریپشن براتون میذارم، اگر نه توی کانال یوتیوب که بیای تو صفحه اصلیمون تو بایو لینک کانال تلگراممون هست، میتونید اونجا باشید و از حالا صحبتایی که با هم دیگه میکنیم خودتون یه نتیجه بگیرید که چی کار بکنید. موفق باشید.